فریاد الاقصی یا الله، اشک مادران غزه را ببین که فرزندانشان را برای آخرین بار در آغوش میگیرند. زیر یک آسمان ما در آرامش میخوابیم و آنها در میان آوار تو را صدا میزنند و میخوابند. ای امت محمد، تا کی میخوابید؟ مسجد الاقصی شما را صدا میزند، آیا کسی پاسخ میدهد؟ کودکان زیر بمباران قرآن را حفظ میکنند و ما اینجا فقط نگاه میکنیم و کاری نمیکنیم. فلسطین فقط مشکل فلسطینی ها نیست، مشکل هر کسی است که میگوید جز الله خدایی نیست. کسی که الاقصی را رها کند، ایمانش را رها کرده، و کسی که از آن دفاع کند، عزت کل امت را دفاع کرده. یا الله، مظلومان را با قدرت خود یاری کن، ظلم ستمگران را به خودشان برگردان، خانه های ویرانشان را با کاخه‌ای بهشت جایگزین کن، اشک‌هایشان را به اشک‌های شادی تبدیل کن. میدانیم وعده تو حق است، پیروزی نزدیک است، بعد از سختی آسانی است، بعد از شب سپید است. پس صبر کن ای قصه، دنیا ممکن است تو را فراموش کند، اما الله هرگز تو را فراموش نمی کند. ما را در زمون یاورانت بنویس یا الله، ما را در زمون تماشاگران ننویس. اگر باید بمیریم شهادت، در راحت را نصیبمان کن. آیا مرگی زیباتر از مردن برای الاقصی است؟ ای کودکان غزه، ما را ببخشید، ما بزرگترها نتوانستیم از شما محافظت کنیم، اما بدانید قلبهای ما با شما میتپد، دعاهای ما برای شما به آسمان میرود. ای اشغالگران، بدانید این سرزمین از شما نیست، فلسطین فروشی نیست. این سرزمین وقف، سرزمین پیامبران است. تا روز قیامت اسلامی باقی خواهد ماند. یا الله، ستمگران را غرق کن، همان طور که فرعون را غرق کردی. آنها را نجات بده، همان طور که ابراهیم را از آتش نجات دادی. دریا را برایشان بشکاف، همانطور که برای موسی شکافتی. تو بر هر چیزی توانایی ای پروردگار. آرزوی روزی را داریم که الاقصی آزاد شود، روزی که کودکان بدون ترس از انفجار بازی کنند، روزی که تکبیرها آسمان قدس را پر کند. یا الله، قبل از دیدن آن روز ما را